باید از هم جدا بشیم. چی؟ چرا؟ چی شده؟ مگه من کاری کردم؟ نه عشقم، تو بی نقصی. این منم که مشکل دارم. خواهش میکنم بگو چی شده لیمو. قلبم دیگه حال و حوصله عاشق شدن نداره. یعنی چی لیمو؟ داری چرت میگی؟ دیگه دوستم نداری؟ من بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی دوست دارم. برای همین باید جدا شم. نه، اگه دوستم داشتی میگفتی چی شده؟ یادت میاد اولین باری که همو دیدیم؟ اون روزی که اسمم شد لیمو؟ موضوع عوض نکن، قضیه جدیه. مادرت منو دید که داشتم از درخت لیموی کنار حیاطتون لیمو میچیدم. تو اومدی بیرون، آرومش کردی، گذاشتی لیموها رو با خودم ببرم. بعدش هم برامون پای لیمویی پختی. یادته پای لیمو رو؟ چطور یادم بره؟ افتضاح بود. مسموم شدم. بار اولم بود که آشپزی میکردم. نمیدونستم چطور باید دلمو پیش مادرت خوب کنم. لیمو خیلی دوستت دارم. منم بیشتر و بیشتر دوست دارم. لطفاً دیگه با هم تماس نگیر. چرا لیمو؟ دارم از گوشی دومم استفاده میکنم. امروز مدرسه نبودی؟ گفتم دیگه با هم تماس نگیر. من نمیتونم ولت کنم. حداقل نه بدون یه دلیل درست و حسابی. یه چیزی رو بهم قول میدی؟ هر چیزی که بخوای. چیه؟ قول میدی هیچ وقت منو از دلت بیرون نکنی؟ قول میدی اگه یه روز ازدواج کردی منو توی تماشاچی ها تصور کنی که دارم برات دست میزنم با چشمایی پر اشک چون میدونم اون داماد من نیستم؟ چی؟ قول میدی گاهی وقتا شمارم رو بزنی حتی اگه هر دو گوشیمون بلاک باشه، برام پیام بفرستی از زندگیت حتی اگه نرسه که من بدونم فراموشم نکردی؟ قول میدی قلبم رو مال خودت بدونی؟ لیمو چی میگی؟ داری منو میترسونی. بیشتر از هر چیزی توی دنیا دوست دارم. تا ابد دوست دارم. لیمو بس دیگه. لیمو هنوزم دوستت دارم. امروز دیدم رفیق تنها رو پله ها نشسته بود و گریه میکرد. دعواتون شده؟ شما نازنین هستین؟ لیمو متاسفم عزیزم، من مادرشم. لیمو 2 هفته پیش به خاطر بیماری قلبی از دنیا رفت. تو آخرین کسی بودی که بهش پیام دادی. چی؟ اسم بیماریش نارسایی قلبی بود. نه دروغ میگی. دروغ نگو. این یه شوخیه، درسته؟ عزیزم متاسفم، ما هم داغون شدیم. آدرس مراسمو برات میفرستم. سلام لیمو، با یکی آشنا شدم. امروز ازم خواستگاری کرد. منم گفتم آره، ببخش منو. امروز ازدواج کردیم. تو اونجا بودی بین تماشاچیا، داشتی گریه میکردی. شاید چون اون کسی که باهام بود تو نبودی. متاسفم که مجبور شدی اون صحنه رو ببینی. سلام دوباره لیمو. امروز یه خبر بد گرفتم. گفتن سرطان قلب دارم. شاید قلبامون واقعاً به هم وصله. دیر فهمیدن. دکتر گفت فقط 2 هفته وقت دارم. از خونه مامانم چند تا لیمو چیدم. ببخش که نتونستم اون فرشته‌ای باشم که برات آرزو داشتی. ببخش که از زندگیم زیاد برات نگفتم. ولی امیدوارم بتونم جبران کنم با یه پای لیمویی خونگی. به زودی میبینمت عشقم.